سلام بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخط خبرها آشنا گردید. 680 میلیون سومانی برای ساختمان نمایشسرای ملی. مراد علی مردان وعده داد که خویش و تباربازی نخواهد کرد. 83% بودجه تاجیکستان از حساب حواله پول مهاجران جمع می شده است. تحقیقات جدیدی سازمان ملل متحد. برای شنیدن برآمدهای رهبر گروه 24 اکنون به محکمه میشنانند. قزاقستان مشکل حالتهای فوق‌العاده کشور را رفع خواهد کرد. شهردار خوجند سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی را معین کرد. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اصلاح و تغییر قانونی بودجه دولتی برای سال 2015 را تصویب کردند. جمال‌الدین نورعلیف معاون وزیر دارایی گفت که بر اساس این طرح سفارش دهنده و پیمانکار ساختمان نمایشسرای ملی برخی از امتیازها خواهند گرفت. حجم عمومی مبلغ ساختمان نمایشسرا به 680 میلیون سومانی برابر است. همچنین وکیلان مجلس نمایندگان لایحه قانون عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون درباره روزهای عید را قبول کردند. همه 63 وکیل مجلس نمایندگان که در تالار حضور داشتند یک دلانه از این لایحه جانبداری کردند. من راستیگه نمیدونم که چیه دیدن و چیه برآمدن، لیکن شخصا خود من نمیشناسم، این مردم نمیشناسم، همچنان که اینها ما مردم رو نشناختند، از من تا میلیون ها نفر نشناختند. من نمیدونم که کدام قرار کدام قانون قبول کرده بشه، من نمیفهمم، حتی نمیدونم، برای من مهم نیست و بعد از اینم نمیخوام دونم، لیکن میدونم که آنها نیست که انتخاب شدن انتصاب شدن نمیخواهند دونن که کی به انتخاب کرده است، کی به انتصاب کرده است و من هم نمیخواهم دونم که چی میگویند یا چی میکنند. مراد علی مردان رئیس تازه تعیین اگرینویست بانک تاجیکستان خویش و تبارش را به کار قبول نخواهد کرد. مراد علی مردان روز 7 اپریل در صحبت با خبرگزاری فرج گفته است که هرگز راه نخواهد داد که یگان خویش و تبار و حتی خویشاوندان دورش به یگان مقام به بانک مذکور تعیین شوند. بانکدار که از فرزندانش که قبلا به مدت 6 ماه در این بانک فعالیت کرده است دیگر باره راه نخواهد داد که به بانک برگردد. مراد علی مردان هم از جمله کمترین منصبداران تاجیک است که به طور آشکارا به نزدیکانش اعلان داشت که برای کار به بانک امید نبندید. بر اساس ماده 9 قانون مبارزه با کروپسی تاجیکستان در یک کارخانه کار کردن پیوندان نزدیک که در اطاعت یکدیگر باشند ممنوع است. بگذار با یگان تجارت مشغول شوند. من به خویش و تبار نه بلکه به نفری کارگر احتیاج دارم. من هیچ وقت فرزندانم را در جایی که راهبری کردم با خود نبرده ام و نمیبرم و آنها نیز این را خوب میدانند. من علیه نپوتیسم یعنی خویش و تباربازی مبارزه خواهم برد. حالا فکر و اندیشه های من تنها برای بلند بردن اقتصادیات بانک بند است. برنامه رشد سازمان ملل متحد در گزارش در موضوع تاجیکستان دسترسی ذخیره‌های رشد انسان در سال 2014 برآورد کرده که 83% جمعیت تاجیکستان به پول حواله کرده مهاجران کاری سخت احتیاج دارند. نمایندگی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان در این گزارش آورده است که پول را که مهاجران حواله می‌کنند 86% از شهروندان زود صرف و خرج نموده پس‌انداز نمی‌کنند. همچنین یادآور شد که در سال 2014 مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان 3 میلیارد و 800 میلیون دلار حواله کرده بودند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حکم 2 ساکن شهر وحدت را اعلام کرد که متهم به عضویتی در گروه 24 می شوند. بر اساس حکم این دادگاه جابیرف 3 سال و 6 ماه و محمد رضای شه 3 سال از آزادی محروم شده این مهلت را در زندان عمومی سپری خواهند کرد. سلامت حکیم و دادرسی دادگاه عالی هنگام اعلام حکم دادگاه گفته است که پرونده این افراد در حضور نمایندگان خدمات علاقه دادستانی و کمیته دولتی امنیتی ملی بررسی شده. فعالیت گروه 24 به دلیل ضد ساخت کشورداری
و امنیتی ملی بودنش در تاجیکستان منع شده و انتشار نمایش هر گونه مطالب نوشتاری، دیداری و شنیداری مربوط و گروه 24 منع گردیده است. دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر سال 2014 بر اساس مطالب دادستانی کل گروه 24 را سازمان تندرو اعلام کرد. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما میکنیم. سراج‌الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان با عالی‌جاه مها چکری سریندهورن شاهزاده خانم تایلند در شهر دوشنبه ملاقات کرده است. ضمن واخوری افتتاح خط سیر هواپیماهای مستقیم میان دوشنبه و بانکوک بررسی گردید. در ترکیه 12 نفر خارجیان از جمله شهروندی تاجیکستان بازداشت شدند که نیت به سفر سوریه داشتند. میان بازداشت شدگان 7 نفرشان شهروندان روسیه، 2 تن شهروندی جمهوری کوسوو، 1 نفری شهروندی تاجیکستان و شویتزاری و سوریه می باشند. در چیمکن مجسمه جنگاوران هلاک شده در جنگ مرزی تاجیکستان و افغانستان برافراخته شد. 3 ماه اول سال روان قرقیزستان از همسایه کشورش قزاقستان 400 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به مقدار 40 میلیون دلار خریداری کرده است. 23 سال قبل روز 8 اپریل میان تاجیکستان و فدراسیون روسیه مناسبت‌های دیپلماتی به راه مانده شده است. قزاقستان آماده است با تاجیکستان در رفع پیامدهای رخدادهای فوق‌العاده همکاری کند. سازشنامه همکاری میان قزاقستان و تاجیکستان در زمینه آگاهی و رفع پیامدهای رخدادهای فوق‌العاده برای بررسی به مجلس ملی قزاقستان پیشنهاد شده است. این سازشنامه زمینه حقوقی برای راه‌اندازی همکاری‌ها میان قزاقستان و تاجیکستان در زمینه دفاع غیر نظامی، آگاهی و پیشگیری و رفع عاقبت‌های رخدادهای فوق‌العاده را فراهم می‌آورد. هر دو جانب این برطرف کردن حالت فوق‌العاده و مساعدت کردن در سمت بعد از سر زدن حالت فوق‌العاده است. در سمت آموزاندن کادرها هم هست. مثلا متخصصی که در بین دو کشور است، از کشور ما بیشتر کورسانت‌ها برای آموزاندن و دیگر دولت‌ها در روسیه و مثلا دیگر دولت‌ها در آذربایجان با می‌آموزند. این هم در سمت آموزش هم مثلا نگرانده شده و همین مثلا بیشتر در سمت آموزش از طرف حکومت که دقتی همه جانبه ظاهر می‌گرده برای اونی که اون کشورها خوب نخواهیم کشورهای پیشرفت هم. برنامه را ادامه می‌دهیم. از سبب اجرا نشدن نقشه دعوت سربازان، رجبای احمدزاده شهردار خوجند با والدین جوانان این منطقه کشور که از ادای خدمت حربی سرکشی می‌کنند ملاقات کرده است. سخنگوی شهردار خوجند گفت احمدزاده صبح امروز به خانه 3 نفر جوانانی که از شامل شدن به صف ارتش ملی خودداری می‌کنند رفته با پدر و مادران آنها ملاقات کرده است. ولایت سوق در موسم بهاری دعوت جوانان به خدمت حربی از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌برد تا نقشه را عملی سازد. در نواحی‌ها نیز چنین عمل‌ها به مانند اول فرزندتان به خدمت حربی می‌رود، سپس اجازه به سفر حج می‌دهیم و شرط و شرایط‌های گوناگون را تنها برای رفتن جوانان به خدمت حربی حکومت پیشنهاد می‌کند. از چی باشد که سرکشی جوانان از امکانیت‌ها دیده زیاد است. این شهر رفته وابسته به سبب‌های معین کردن سبب‌های که والدین راضی نیستند یا خود فرزندان راضی نیستند. سبب در چی که اون جوانان سرکشی میکنند همین سبب‌های برای بی واسطه فهمیدن آشنا شدن ملاقاتی رو برای کردن به منظور همین 3 آدیو رفتن سببش پرسیدن به چی سبب در چی شما چی باوری ندارید از چی تشویش میکنید چی معامله شما خود فهمتون مثلا چی کنید بعد رئیس همین چیزو فهمیدن و آقا گفتن که خیلی ما دور به گیسته میرد ما خواطر میشیم یعنی چیزایی گفتن ممکن غمخوری از حد زیادی والدین این وقتی خدمت میکنند یگان مراتب نشده است که یگان جوان مثلا امکان ندارن که خانش که صحبت کند و در علاقه شود اصلا احوالی فرزند پرزیدنت و ممکن و ها زنگ میزند یعنی این چیزایی است که معمولا چیزی مقرری است برای هر یک عائله که ما رفتن این سال اضافه‌تر صحبت کردن فهموندن پدرش که مادرش که در همین جا برنامه ما به آخر رسید. خدای یار و مددگارتان باد.